آقایون و خانم‌های بین 20 تا 65 سال، نزدیک 5 ساله هر کسی به من پیام میده که برای چین و چروک و خطوط شل شدگی، افتادگی، لک و منافذ چی کار بکنیم؟ من همین یه دونه ژل سرم رو بهش معرفی میکنم. و نزدیک 5 ساله هر عزیزی رفته ازش استفاده کرده، زیر 2 هفته پیام رضایت و تشکرش رو برام فرستاده. اومدم بهتون بگم که دقیقاً چه محصولیه که انقدر تأثیر گذاره و همتون باید تهیه‌اش کنید و استفاده کنید. فقط این ویدیو رو حتما سیوش بکنید که توی شلوغی اینستاگرام گمش نکنید. اگر بین 20 تا 65 سالتون باشه، توی 1 هفته اول بهتون قول میدم که تأثیراتش رو کامل ببینید و اگر بالای 65 سال سن دارید، بعد از 1 ماه استفاده تأثیر ژل سرم رو کامل متوجه میشید. نام این ژل سرم آلفا-ژنه که حاوی اسید سرماید، پپتاید و کلاژن اکتیو و ایزه شده الاستین و همینطور نیاسینامیده که کامل میتونه کار کلاژن سازی و جوانسازی رو براتون انجام بده و پوستتون رو 20 سال جوانتر بکنه. هر عزیزی امروز عدد 7 رو زیر همین پست برام کامنت بکنه، به صورت اختصاصی داخل دایرکت براش توضیحات رو ارسال میکنم. فقط یادت نره که پیجم فالو داشته باشی که بتونم بهت پیام بدم.